آیا نقطه صفر وجود داره؟ اینکه میگن من از صفر شروع کردم، آیا امکان پذیر هست یا نه؟ من میتونم از صفر شروع کنم؟ برای اینکه از صفر شروع کنیم باید چه ویژگی هایی داشته باشیم؟ آیا شانس در انتخاب و عملکرد ما تاثیر داره یا نه؟ آیا نقطه صفر وجود داره یا نه؟ باید بگم که به نظر من نه، نقطه صفر وجود نداره. همه ما قبل از اینکه شروع به کاری بکنیم، هر چیزی، هر اقدامی و هر کاری، یک مایه داریم، یه چیزی برای شروع، یه چیزی که ما رو مجبور کنه که اقدام کنیم و یا فراهم باشه که بخوایم اقدام کنیم. به عنوان مثال وقتی که شما میخواین یک کسب و کاری رو شروع کنید، مثلا کسب و کار، این که شما باید یا مهارت داشته باشی یا پولش رو داشته باشی، افراد ماهرش رو بیاری، یا ایده داشته باشی، یا انگیزه داشته باشی، یا استعداد داشته باشی که بتونی اونو اجرا کنی، بتونی از استعداد در راستای اجرا کردن اون هدف استفاده کنی. کلا شما صفر صفر نیستی. حتی میتونه انگیزه باشه، حتی میتونه افرادی باشه که شما رو هول میدن، شما رو ساپورت میکنن، به شما امید میدن، یا به خاطر اونا اصلا تلاش میکنید. کسی که تصمیم میگیره به خاطر بچه هاش یه کاری بکنه، یا به خاطر همسرش یا خانوادهش حتی. پس یعنی ما صفر نیستیم. هیچ کس نمیدونه بگه من صفر هستم و با صفر شروع کردم، چون که نقطه صفر صفر مطلق وجود نداره. وقتی ما صفر مطلق باشیم اصلا هیچ کاری نمی کنیم، هیچ، میشینیم همطور در دیوار نگاه میکنیم. این آدمیه که صفره. ما برای شروع اول از همه انگیزه و چرایی لازم داریم. وقتی که شما انگیزه و چرایی برای انجام یک کار داشته باشی، مطمئناً عمل کردت رفته رفته بهتر میشه. البته ما اینجا کاری به کمالگرایی و اهمال کاری و حالا آدمای بی‌نظم و اینا نداریم، اینا بحثشون اصلا جداست. در کل یه آدم عادی یا همینجور افراد میخوان یه اقدامی انجام بدن، بالاخره یه مایه‌ای باید داشته باشن، یک استارتری برای شروع باید وجود داشته باشه که بخوایم یه کاری رو انجام بدیم. که این استارتر همیشه پول نیست، همیشه مهارت نیست. نظر من اینه که بیشترین چیزی که به ما کمک میکنه انگیزه و چراییه. شما وقتی که انگیزه و چرایی داشته باشی، هر چگونگی رو تحمل میکنی. این جمله از دارن هاردیه و خیلی واضح داره به ما میگه شما هر کاری بخوای انجام بدی باید دلیلی برای انجام دادنش داشته باشی. اگه غذا میخوریم گرسنه‌ایم یا هوس داریم، اون هوس خودش انگیزه است که باعث میشه ما یه چیزی بخوریم. حالا اونایی که گرسنگی عصبی دارن، پرخوری عصبی، گرسنگی عصبی. ما برای اینکه صبح زود بتونیم بیدار شیم، بریم سر کار و خیلی چیزای دیگه نیاز به انگیزه داریم. چرایی و دلیل و معنای زندگی چیزیه که خیلی میتونه به ما کمک کنه. یه کتابی هست به نام سیلی واقعیت، نویسنده اسمش یادم نیستش، ولی توی این کتاب این آقای نویسنده میگه که من یه دکتر موفق بودم با درآمد بالا، با موقعیت شغلی خیلی خوب، اما میخواستم خودکشی کنم. چرا؟ چون معنایی نداشتم برای زندگیم. شاید به نظر خیلیامون این حرف خیلی مسخره باشه و اصلا باور نکردنی، ولی واقعیت بدون معنا، دلیل و انگیزه ما اصلا هر کاری هم بکنیم، هر چی هم که داشته باشیم، بازم کافی نیست. ما وقتی خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم و یه نفر میگه من خیلی موفقم یا موفقیت هاشو خودمون میبینیم، از اتفاقاتی که پشت پرده افتاده. میتونه زحمت های اون شخص باشه، میتونه حامیانش باشه، میتونه استعدادهاش باشه. از اینا هیچی نمیدونیم و فقط میگیم که خب این آدم موفق شد، چرا من نتونستم؟ این آدم به اینجا حالا رسید، حالا موفقیت خاصی نه، به اینجا رسید، چرا من نتونستم؟ ما خودمون رو میایم با ظاهر زندگی دیگران مقایسه میکنیم. یه چیز واقعیه، یه چیزی که خیلی میشنویم، ولی از پشت صحنه خبر نداریم. توی فیلم قوی سیاه نینا یک رقصنده خیلی ماهره، ولی از مشکلات درونی اون و کنترل های مادرش کسی چیزی نمیدونه. رالف دوبلی توی کتاب هنر خوب زندگی کردن به نقل از وارن بافت قضیه رو مطرح میکنه به اسم لاتاری تخمدانی.
یعنی اینکه 80% چیزهایی که در حال حاضر داریم، چه حالا چیزایی که فیزیکی هست، چه رفتار و اخلاق، هر چیزی که ما داریم مربوط به گذشتگان ماست، یعنی پدر، مادر و حتی اجداد ما، و فقط 20% زندگیمون رو خودمون ساختیم. محل تولد، شهر، خانه، خانواده، کشور، همه اینا توی این 80% سهیم هستن. و حالا بجز اینجور مسائل که خب همه میدونیم یه چیز واضحه، ژن‌های ما، کسایی که اجداد ما بودن، اینا هم توی شخصیت الان و امروزی ما دخیلن و این 80% یه چیز ترسناکیه. و خب حالا ما باید خوشبین باشیم و بتونیم اون 20% رو کنترل کنیم، حواسمون به اون 20% خودمون باشه. اینکه از خودمون خیلی نباید توقع آنچنانی و فضایی داشته باشیم. اگر شما استعداد خاصی دارین، این ممکنه به ژن‌های شما، نه فقط پدر و مادر، بلکه اجدادتون برگرده و شاید این استعداد باعث موفقیت و یا شکستتون بشه. که خب به هر حال هم استعداد مثبت داریم هم منفی، یا بهتر بگیم همه استعدادها مثبتن، اما در راه منفی ممکن ازشون استفاده کنیم. یه جمع‌بندی بکنیم. اول اینکه گفتم نقطه صفر وجود نداره. بالاخره ما همیشه یه مایه‌ای توی وجودمون داریم که باعث میشه که ما یه کاری رو انجام بدیم. هر کاری ها، منظورم شروع کسب و کار نیست. ممکنه یاد گرفتن یک زبان باشه، ممکنه باشگاه رفتن باشه، ممکنه اقدام برای مهاجرت مثلا باشه، یا هر چیزی، فرقی نمیکنه. به هر حال شما هر کاری که بخوای شروع کنی، یه مایه‌ای تو خودت داری، یه جنمی داری به اصطلاح که اون کارو شروع کنی. حالا بعد از اون ما 80% اتفاقات زندگیمون، رفتارهامون و خیلی چیزای دیگه که اطراف ما هست و وابسته به خودمون هست رو انتخاب نکردیم، بلکه قبل از تولد به ما داده شده. حالا نکته بعدی، اصل دیگه هم هست، اصل بعید بودن، که دیوید هند توی کتاب اصل بعید بودن اینو مطرح میکنه. توی این کتاب یه مثال جالب داره. آقای سرگرد والتر سامرفورد کسیه که 3 بار بهش رعد و برق خورده و هر 3 بار رو زنده مونده و این آدم توی دوران زندگیش بیشتر در معرض اصابت رعد و برق بوده. یعنی کسی بوده که اصلا یه جا بند نمی شده، همیشه بیرون بوده. دفعه اول روی اسب بوده، دفعه دوم در حال ماهیگیری زیر درخت بوده و دفعه سوم توی پارک بوده. به هر حال اگه این آدم یه آدم خونه نشین بود، احتمالش خیلی کمتر بود. پس یعنی این که ما اگر خودمون رو در معرض یه سری اتفاقات قرار بدیم، حتی اگر این احتمال 1/300,000 باشه، چون احتمال این که رعد و برق به شما بخوره 1/300,000. اگه شما در معرض این اتفاق باشی، احتمال خیلی خیلی زیادی وجود داره که این اتفاق برای شما بیفته. خیلی اتفاقاتی هست که اطراف ما میفته و به نظر غیر ممکن و بعیده، مثلا برنده شدن 2 بار لاتاری و خیلی چیزای دیگه، اما اتفاق میفته که توی کتاب اصل بعید بودن آقای دیوید هند اینو توضیح داده. نمیخوام صحبت هم جنبه انگیزشی داشته باشه. نکته پایانی و جنبندی حرف من اینه که شاید یه نقطه کوچولو توی زندگی باشه که ما بهش نگاه نکردیم و همون میتونه استارتر و مایه ما باشه. حالا اون نقطه کوچیک برای هر کسی یه چیزیه. حالا ممکنه بعضی نقطه‌شون خیلی بزرگتر باشه، برای بعضی ممکنه یه ذره، یه کوچولو، یه انگیزه، یه امید، یه چیز خیلی کم باشه که ما حالا اقدام بکنیم، یه دلیل باشه برای ما. فرقی نمیکنه که چی. خودمون رو با دیگران مقایسه نکنیم. به هر حال اونا شاید در لاتاری تخمدانی برنده بودن ولی ما بازنده. به هر حال میتونیم رو اون 20% که دست خودمونه تمرکز کنیم. و اینکه اصل بعید بودن رو نباید فراموش کنید. برای هر اتفاقی یه توضیحی وجود داره و میشه توجیهش کرد و میشه احتمال اتفاق افتادن یه سری چیزهای رو بیشتر کرد. مثلا من تا زمانی که توی اینستاگرام یه ویدیو نذارم و بارها و بارها و بارها این کار رو تکرار نکنم، هیچ شانسی برای ویو بالا ندارم. به هر حال چون هنوز هیچ کاری نکردم. تا وقتی باشگاه نرم، رژیم نگیرم و کاری که باید انجام بشه رو
انجام ندم چطوری وزنمو کم کنم و خیلی چیزای دیگه هستش که ما نمیتونیم صبر کنیم خود به خود اتفاق بیفته. یهو مثلا از در بیان تو به ما سلامتی بدن، از در بیان تو به ما یه سری چیزای دیگه بدن. نه، به هر حال باید یه مایه وجود داشته باشه، یه کوچولو احتمال رو بیشتر کنیم تا به اون چیزی که میخوایم دست پیدا کنیم. اسم کتاب ها رو براتون می نویسم، اگه دوست داشتید بخونید. خیلی کتاب های خوبی هن. خیلی خیلی خیلی. و اگه نظری داشتین برام کامنت بذارید. این اولین ویدیو تصویری من توی این پلتفرمه و به این صورت ضبط شده. اگه انتقادی هست یا پیشنهادی ممنون میشم بشنوم. و اینکه مرسی از همتون، ممنون که تا اینجا نگاه کردید.